برای مخیه به روش دندونموشی یا همون جورابیه یا همون کانتینیوه تک قفله، ابتدا همون گره ساده یه تک گره ابتدای زخم میزنیم. حالا تفاوت دو تا روش کانتینیو و دندونموشی در اینه که ما وقتی که سوزنمون رو از لبه دوم پوست خارج میکنیم یه گره‌ای توی نخ ما ایجاد میشه. ببینید این نخ ما الان حالت دایره داره. بستگی به این داره که ما نخمون رو از کدوم سمت دایره رد کنیم. ببینید این دایره‌ای که با نخ ما تشکیل میشه. اگر ما نخمون رو از این سمت دایره رد کنیم، مثلا وارد دایره نکنیم، میشه کانتینیو و جوراب دوز. اگه نخ رو از وسط این دایره رد کنیم میشه دندونموشی. در ادامه قفلی که ایجاد میشه رو بهتر میبینید از نخ دوم به بعد. هر بار که این نخ رو ما رد میکنیم باید گره قبلی رو حتما قفل کنیم. ببینید این به این صورت دایره میاریم بالا، وسط دایره یه حالت دندون ایجاد میشه که ردیف قفل دندون همش میفته یه سمت زخم. ببینید سمت بالای زخم افتاده، چون از پایین وارد میشم گره میفته سمت بالا. تنها چیزی که مسئله که باید اینجا بهش دقت کرد اینه که نخ رو مدام باید بکشی وگرنه باز میشه. دقیقاً مثل چیزی که توی فیلم میبینیم. نخ رو باید حتما نگه داری و بیشتر افرادی که این روش رو انجام میدن حتما از دستیار استفاده میکنن که در واقع نخ رو همکاری کنه که بکشه برای شما که زخم شل نشه. در واقع نخی که ما داریم استفاده میکنیم شل نشه و کامل در کنار هم قرار بگیره. ببینید اگر من نکشم زخمو، نخ اگه نکشم کامل اصلا باز میشه. من الان فشار رو دست چپم نگه داشتم، میرم برای بعدی، نخ رو ول نمی کنم. اگر ول کنم ببین شل میشه. تنها تفاوت، یعنی دو تا تفاوت روش کانتینیو با جوراب دوز داره، با دندونموشی داره. یکی نحوه کشیدن نخ، دومی جایی که ما نوک سوزن رو رد میکنیم، کشیم و فشار رو روی نخ حفظ میکنیم. ادامه میدیم تا انتهای زخم. فرضاً این ناحیه اگر انتهای زخم ما باشه ما میخوایم گره نهایی رو الان اینجا بزنیم. اینجا اگر انتهای نخ ما باشه میخوایم گره نهایی رو اینجا بزنیم. برای گره باید مثل همون روش جوراب دوز استفاده کرد، یعنی گرهش هیچ فرقی نمیکنه. در واقع تنها شباهتش اینه که گره ابتدا و انتهاشون مثل همه، دیگه نیازی نیست برای گره از این سمت من بیارم. برای گره حالت عادی از پشت نخ من استفاده میکنم.
ببینید کاملا حالت دندون به خودش گرفته و دندون موشی به اصطلاح به این علته که نامگذاری شده.